برادرها همین صورتی که در گلام اکران موندم اگر بعدم دیدیش خواهش میکنم همین خواهر ما که است ملکه نامش قطعی همراه کودکش اون شده رفتگی اینجا برادر اومده دمو ویدیوش پیش ما از نوارش که همسر شگون کردگی کوفته ایستادهش انشاءالله حرکت میکنیم که مکسیمال نه افیر پاک کنی تو همین خواهر با خاطر خدا یاف شود. خواهر جون اگر یک کمی افیری ما را دیدی یا که نوار ما پاگه میگذاریم التماس شوهرت کوفته ایستادهش زندگی پستی بلندی دارد التماس حرکت کن با خونه تبر بگرد بغیر اهل بیتت بغیر شوهرت هیچگاه هیچ کس غم شما را نمیخورد. همون خاطر به عقلی و یوش کردن در کار نیست در این زمانی ناخوب و ناآرام دنیا. الله مشکلی ما آسان کند و همچنین برادرها التماس در شهرهای غربی یاشی نکنه خواهرها را زیق خفه نکنه. خوب دوستان عزیز دوستان از التماس خواهش میکنم الله همه ما را هدایت کنه. مگه با سر کاری مگه تو آدم نشتی کدومی هستی فقط کون میکوی پس میزنی بالا میزنی. ما جا خواهر کوفته ایستادیم شما چی گفته ایستادیم؟ علیکم السلام و رحمت الله. التماس همین خواهر را در جای دیده زنگ زنیم ما را التماس. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. برای چی لنگری نصیحت کنم؟ الحمدلله سوزیم کنجیم الله برکت. از یک جا گشته اومدیم جام رفته ایستیم انشاءالله جای حجامه خوب است احمد تنجی احمد خوبه الله برکتون تیا کوربورتون سوز تینج بردم بوفیت این بگای اپیراس سر گذروندیم با پیلوس پریچوزکر اوپول کردیم. دیدی ویدیوی لنگری برماد آخی لنگری برماد شما چی بگم شما را صدقه لنگری اصلا میکنم. من از لنگری در این حالت ها محافظت نکرده استم. لنگری بهترین شخص های اما شما یک خیلی در نظر نمید یک خیلی بچونا پست هسته کور شیدگی کور همون ویدیوی که یک کدمه تو هستی اگر تو دیدی همون ویدیو را آیا مادری تو خواهری تو مادری من خواهری من اهل بیت من همون ویدیوی بدبخته که همون قنچق برآوردش تماشا نمیکنه همه خوجگی شما تماشا نمیکنه این اینترنت لیستاد میکنه شما چون نمیگه پدر نعلت ای حیوان ای قنچق همه اخمقی و حیوانی کرد او قنچق گریش گرفت ویدیو را فروخت تانی خودشا فروخت ناموس یکشا فروخت تو چون میگیری پهنش بینی چون یک کست گاو نمیزنی لنگری را خدا از شرمندگی روز قیامت نگه بداره الله از شرمندگی روز قیامت نگه بداره وای قنچق گرفت موندش آوازی مقصد شوهد انگیز یا که پست بلند گفتنی تا انسان گریف پهن کرد چون میگه پدنالت اینترنت های خواهری من تماشا مینه مادری من تماشا مینه چون یک کس نمیگه فقط یک طرف قبل دسته الله لعنت کنه ویا الله میگه که ستر که گناهی بندم تا روز قیامت ستر کنم اگر کی نه الله شرمنده میکنه این وعده الله است نه بابای حاجی میرزا نه یگان ملای دیگه الله وعده کی داد انشاءالله او قنچق شرمنده میشوه و شرمنده هست
چوه این مسئله را شما نمیبینی؟ چوه این مسئله را نمیبینی؟ ده کس کرد ها ویدیو یه بار معنی داره، دو بار معنی داده ها اخمقی کرد، همون مردک پوبلیش نخیست که همین گناه بین من و همون انسان بود، بین دو انسان بود. اما این کانچه خیست همون گناه خودش فروخ با او پدنالت پرستیتوت که فروخ با وای گریف بروارش، خواهریت تماشاش نمیکنه، مادریت تماشا نمیکنه. روز میشوه که ای خوجگی این همین کدمه که پشتیال و قنچقه گریفته است، ای خوجگی تو میشنوه. این همین گپی منه با ای خوجگی تو میشنوه که لنگری را دی وای در پیش تماشا نمینه. کسی دودرشی مادر چی میگن پدرشی شوهرشی در پیش تماشا نمینه که دیا بجایی آوازی همون شهوت انگیزی لنگری را گوش میکنه، میگه لنگری چیکار کرده، نمیگه چیکار کرده. و همون خاطر اگر که شما انصاف و مسلمان میده میگه کانچق وای کانچقی کرد ها کردن، تو چی با میبرورید اکران؟ چوه میبروری؟ شما حواس نکره، شما پست بلند نگفته بیای از برای خدا گپ زنیم. چی در کار همین قنچق صفتی چی در کار؟ به خاطر خدا گپ زنی. خیلی شفادن میگیره، رفتن میگیره. اون جای سکلادی سلطان خونه گفته قبر بالا گفته مخرم کن 78 کسا دپارتاسیا کنن یا تدگم نزده اسم شریف شرینار گفته تمام. هم آدمایی که به حجت کار میکنن همش دپارتاس شرینار، اینا ای قنچقی هم بروار، اینا ایشم شرینار. خوب به هم خاطر شب و شب کنی برادرم. شرینار رفتن بگیره، باگیجا میره، میلت شرمنده کرده، دولت هم شرمنده کرده، درنی اینترنت هم شرمنده کرده. یک از قنچقی کرد، یک کس ده جا قپی چکو کرد، باید براری تو خواهری تو مادری تو ببینش. ای لعنت به سر تو پشتی گیرم که من این همین بچه‌ای که نوشته شده پشتی هم قنچقه گرفته شده. من شما را میگم که روز میشه از خواجه این همین گپ من بایاتو بگیره، روز میشه از خواجگیات همین گپ همش نوه که لنگری را دیره میتکره، لنگری دی ایتا بدای همردک های بس یا نه مسلمان خیلی کردن. یا بار برمدی که لنگری تقاطی فلانی فلان کارا کردی ها، یا بار ویدیو دبار ها تمام شرط دیگه هر روز همون تو آخر میبخشه تیار کردن شب ویدیو را برآوردم گیره. اوی هم اسم شریفه ای خونش آیلش من با عزت نفسش نمیرسم، آیلش مادرش خواهرش اگر ینگا و عمش تماشا نمیکنن عزت اینا تماشا میکنن که بچه من چی ویدیو میکنن. اون هم آوازه شوا انگیزی لنگری را گوش کردن میگیرن. پریاد نشه زنه چی پریاد نشه برادر. من هیچگاه پشتی گناهگار نمیگیرم، اما حالتی که گپ در سر میلاد رفت، حالت گپ در سر ناموس رفت، باید روی اکرام برآوردن نشوه. برآوردی یه بار دو بار ها تو همون خالی کردن شو برآورد. چون خالی کرد تمام خلاصیدی که با چی میبروری؟ اینا خالی کرد تماشا کردی با چیش میبروری؟ تو همون غلافش تماشا کردی، تو غلافش پیش کردن شو و خالی کردن شو گوش کردی. آیا عائله تماشا نمیکنه؟ آیا خواهر اپا و مادرت گوش نمیکنه؟ با در روی اکران مینویسه فلان همون آلاتا را در روی اکران مینویسه. اما شما یخیل پیروانی همون قنچق دستگیری همون قنچق، من نمیگم دستگیریش نکنه، اما شما راضیه که همون چیزا را در اکران بنویسه. خان تو بزنی زنه چی پریاد نه هم چیز در شما را معقول خوب تو میکنه گوش کردن بگیره. من شما را باوری دارم هم یک قسمت که هم قنچق دستگیری میکنه، من شما باوری دارم که شما پریاد نکی در خونهاتون تماشا کنم. آیا خیوای چیکار کرد بینی چی میگن دو نفر رفت خیال که ایسل لنگری گفته است آیا سوای لیچ نبود یا که ما رام بریم رنگ همه قنچق شیم صورتای لیچی اوزنه کبراریم بین ملت مسلمانی چی میشوه؟ ای لعنتی الله بسر تو، ای خدا بترسی. اینجا معنی اینه که من سفید میکنم لنگری را. ها خطا کردک مرده خیز پوبلیک نبخشش برسی به خاطر خدا مردم ببخشه که همین آوازی حیوانی منه آوازی بدبختی منه شما چیکار کردی شنیده؟ به خاطر خدا بخشش بده. شرط یک کسی دانش در کار تو همون خالی کردن شد اون خالی شدی خلاص شده که بگی قسمی 4 5 6 کرمش بگیره دیگه اکنه ده همون رکلام هم میزنه ده همین قسمو از همین سون کار میکنه با خونش روی کرسته. یعنی که میبخشی اگر خفا گروب هم شود از همون خالی کردن قسمی 3 و 4 لنگری خوجگیش نون داده شده. ای حالت غلاف قور بلوش. اما مسلمانی بس بدگیست ای بای. من در تلگرام هم قنچقه گولاس کردم، در تلگرام قنچقه گولاس کردم که ای قنچق
بیا افیری من یا که من ده افیر فایرات کن تو میگو لنگری گناهگار رمضان گناهگار من چی گناهگارم برو تو بخشش پرسای من نمیپرسی بیام به خاطر خدا من از تنی لنگری رمضان از تمام بلاگر ایت بخش میپرسم هم فیدنه را بکشه توجیکم ای بای الله همه ما هدایت کنه ای بای با خدا قسم ای پریاد نیدم بعضی تو پریاد نمیسو بعضی چطور همین پریاد نه که همین خیلی گوش کنه وای بمونه ها برور چهارمش پنجمش ولی اگر با یگان جای لیچی داشته باشه لیچیش هم برور پریاد نه تو از نه چه هم تنه لنگری ها که او دختر در شما پریاد نه برو وردن بگیره بهترین کار کرد برو وردن بگیره برو وردن هیچ دیلواست بیا خیلی قسمی همین شما هم پیروانی هم قانچق شما را پریاد نه برو وردن تو بگیره آخی همین کار است همین مسلمانی های همین تاجیکی های خداوند از شرمندگی روز قیامت نگه بدارم خداوند از شرمندگی روز قیامت نگه بدارم من شما را سلام ایتیم انشاءالله شما نگاه کنه لنگری خطا کرد گناهگار شید چیکار کرد نکرد بین هم دختر صحبت کردن او دختر اگر مسلمان میبود اگر او دختر قانچق نمیبود اینا من پوبلیش نمیگم او دختر قانچق نمیبود او دختر تن فروش نمیبود ویدیویی که قطعی هم وای کرد همو ویدیو را نمیگرفت و او وایو نمیفروخت اگر به پلم داده باشش به پلم داده باشش یعنی که چیکار کرد ناموسی خودش فروخت در تمام دنیا همه میدونن قطعی کی گپ زدگی آیا همین مردکیه ناموسش فروخت با شما میگه شرینا فروخت اون ناموسش فروخت چی شد ای روی ویدیوهای وای خونه شو سوم روی کرسته اینا قسمی 4 و 5 برایا اینا برماد یک چیکار کرد میگه کی اونا میگیره خونه‌شو نون داده است رکلام میزنی البته من رکلام اسون کار میکنی ای روی چی ای روی تیار کردنی لنگری و ای روی غلاف لنگری الله هدایتت کنه با این درجه را آدم پس میشوه با این درجه را یک قسم شما کورشیدگی که نمیبینه والله با این درجه را کورشیدگی که نمیبینه که همون بدبخت حیاتش بدبختی کرد خیس پوبلیش نبخشید پرسی شرط دیگه دوامش بتی آیله های ما مادرای ما هم چطور را گوش کنن تماشا کنیم با در روی اکران نومی همون آلاتا را می نویسه شما پریاد نیاتوه خواهر نداره هم یک قسمی تامجا مادر نداره یک قسمی تامجا تماشا نمیکنن از خدا بترسی حقیقت ببینی یک با عقل صاحب نمیبرار که بچم بس که تمام اولاد مردم در روی اکرام رو آوردی با پریاد نیتوه الله لعنتون کنه قنچق صفتو من آرامم از برای خدا آرامم با خاطر خدا گپ زنی با خاطر خدا گپ زنی ها دکاس بینشو صحبتی چی میگن غیر اخلاقانه کردن وایس یا اگر من مسلمان بدو دخته یا که خیلی مسلمانی در حالت بازشای دست شیطان شیدن چیکار کردن نکردن ها وایس اگر که عقل میداشت سیامکه میکرد اگر نیتی و غرض نمیبود سیامکه میکرد سیامکه کرد روی راست گریف در گجا پرتوف در روی اکران خودش ناموس او زنک فروخت اینا لنگری جزیر اینا اسم شریف جزیر او دختای با کدم رو گریف ویدیو خودش در جا پرتوف همه میدونه که به هم مدینه گپ زد از خدا بترسه اینا مسلمان اینا شما همجا تماشا داره قریب 500 600 نفر به خاطر خدا گپ زنی آیا مادری من مادر شما خواهر من خواهر شما اهل بیت ما هم ویدیو را نمیبینن همون نوشتگی فحش همون بدبختی قنچق اسم شریف نمیبینن به خاطر خدا او بول است شرم است ای بای خی و دکاس بدبختی کردن یا ویدیو برو واردیده برو با تو هم تیار کردن شخی نگفتی یا برو اگر همون جای خالی کرد میبخشه ایزنی زبرزینی جا پا باشه همون حالتی خالی کردن شم سیون کم میکرد خونگیات تو اسم شریف میدیدن ای خدا نمیترسی شما مردک بر این گپ زن به خاطر خدا گپ زنی خی دکاس بدبختی کرد مسلمانی کرد نو مسلمانی کرد الله همه ما را هدایت کنه خادمی تو از گفته است تو آخر عمرت گناه نمیکنی همجا اگر خفا نشه یک قسمت همه زیناکاره گاو میزنی آیا خواجگی شما تماشا نمیکنن ویدیو یوتیوب اینجا اون کسی دشمن میکنه پس اکران و یا شما مرد نیست شما اون دشمنات وقتو میرن درست از خدا بترسی من لیچ نه وای شانتاژ منتاژ میخواست من نکنه من نکردم من او قانچه قاعده است به من هیچ نامد من نمیکنم قدیو بدبخت من شانتاژیست مقلقم کنش نیستم ما وای من مسلمان ما بگیره اونم اسم شریف های محمد شریف میگه من در تلگرام گفتم محمد شریف برادری عزیز
اینا به خاطر نامت بیا در همین افیر من بیا یا در افیرت من برم. اینا لنگری نرفت، رمضانش نرفت. بیا به خاطر خدا من بخشش پرسم، از تنی و یا بخشش پرسم. تو من دشنام پوبلیش نکدگی، اینا تو بخش نپرس. همین تیماها بمرم به خاطر خدا. ولی پگرت با یک زینا یک کسی گرفت خفا برورش لوبای کس بروره. کاری وای همین است، کاری وای همین است. نه که انشاءالله هر کسی که الله گفت ستر که ستر نکردی این وعده الله است. این وعده یگان پرزیدنت نیست، یگان داملا و علما نیست. این وعده الله که شرمنده میشه. برآوردن بگیره. شما در زنچی پریاد نینجا مگه خوب میکاره میبرورا. زنچی کدمه یا اپا و خواهر و مادر نداره که تماشا مینن اینترنت. یا که شما را پریاد نکنیم یا کسی نمیگه قانچقی بنویسه شما گوش کنید. به خاطر خدا مسلمانیم، به خاطر الله بس کنیم. 1000 نفر من او قانچق نمیترسم. من همچو مسلمان، همچو یک شهروند تاجیکستان، همچو یک تاجیک زبان من دعوت میدم محمد شریف. اینا من قانچق نمیگم، خاراکترت قانچق صفاتیه. به خاطر خدا بیا افیری من یا من فایرات که همین تیمه را بکشیم. یعنی تیمه ای کار نیه، همین فیدنه دازیه. به خاطر خدا بس کنی. های بای این کار قنچقی کاری نیست، به جای نمیرسی. انشاءالله خیلی که با گفتی خودت شرمنده کردی اوجا سوم کار کردی سودی همون خیلی الله شرمنده میکنه. خیلی بعضی بلاگرها را شرمنده کرد. بعضی آدما را دیدم با چشم خودم که چیکار کرد وقت دعوتشو کردم. به خاطر خدا بس کنی. الله هدایت کنه، الله هدایت کنه. من 100 بارها تکرار کردم، باز تکرار میکنم که الله لعنت کنه حرام خره، الله لعنت کنه خیانتکاره، چی در مسجد، چی در یک یتیم، چی در پول کلیه و قبر بلاش، و الله لعنت کنه تهمتشه. این سخن یک پاک پیشک با من آموزون به حد محکوم شد و الله لعنت کنه تهمتشه. اگر من کرده باشم الله لعنتم کنه. من گفتم اما این کاری که رفته سودای برای پرسموتر، برای پس زدن شعر شرفی یک نفر چقدر خواهرها نگاه کنه میبخشین. همینجا زن حق را دارن، بابا جان زن فلان کنیم، نه مادر حق را دارن. نه یک نفر یا 5-6 نفر من حق را دارن، اما هیچ 1000 نفر من تماشا دارن. من از همینجا با زبانی بد بگیم زن تا مادر تا من دشنام کنم، یعنی که سخنی من با بوی دو احمق چقدر مادر و پدر میشنوه. من دشنام نمیکنم، یا رو با الله میسپارم. الله شدش انشالله شرمنده شو میکنی یا پشیمون میشن بخشش میپرسن. اما همو کاری همه لنگری و همو مدینه و اسم شریف 3 نفر میدونیست، الله میدونیست. اما الله گفت سترش کس، این بدبخت سترش نکرد. اما الله گفته که ستر که روز قیامت من ستر کنم. با همو خاطر میگم که انشالله او آدم شده شرمنده میشه. این وعده الله، وعده الله حق است. اگر مسلمان باشی چی میکنی؟ حس میکنی. با خاطر خدا میگم این نگاه که همو فاحشگی یا که فحش صحبت 2 نفره چیکار کردن؟ 2 نفر شنید، 3 نفر شنید. اما تمام این همین جاغاز گفته شده تمام دیده همو صحبتی شهادت انگیزی 2 نفره تغری یا خیلی تا پریاد نشی تماشا کردی، شاید خیلی در خونه تماشاش کردی. آیا همین مسلمانی ای؟ آیا همین تاجیک ای؟ به خاطر خدا بس کنیم، به خاطر خدا. اگر همین من پوبلیچ نمیگم من ایو بدبخت نمیترسم. او بدبخت خیلی شپیده است، دخترها را روی منه، دخترها می نویسن منه با تمامی نمود شپیده است که بابا جان در یگان کورچاک بقپم. من الله دارم، الله خودش شرمنده میکنه، الله خودش ستر میکنه، الله عزت میتیه، الله میفتارونه. من گفته استم فقط به خدا پناه میبرم. من گفته استم که در مابین همین پوبلیکا محمد شریف اینا تحقیر نمینم. اگر صاحب داشته باشی صاحبات دعوت میدم با یک پیاله چای در این مسکو اکا دو در خسر بچه مهم نیست. اگر کی نه بیا صحبتی تاجیکانه کنیم همین فیدنه را بکش. به خاطر خدا ماینی مهاجرای فیدنه نداز، در حالت جنگ است. ای قفید چی میگم مشکلی بالای میگرانت. به خاطر خدا بس کنی. والله قسم پشیمون میشه، والله بالله تالله 3 قسم میخونی 3 پشیمون میشه. او هیچ او سرت نمیشه. برای الله وعده داده که باز بگرده به سن خدا گفته شده. به خاطر خدا بس ای ده کس کارای بیزیب کردن تا گرفتی پهن کردی. من امروز دیدم نوارای همین اسم در اومدم تماشا کردم در جای یک فحش فاحشگی زینا با فلانی همش همین فحش فاحشگی نوشته. ای بای بخدو
این همینجا حقارت من مادر دشنم داری من بخیزم مقصد این همیه تو مادر نوشت حقارت داری یک خیل اسپیت کرده خونده است یا خیل نه اما من بگردم با هم مادر حقارت کنم بین من تو چی میشوه به هم خاطر میگم که الله میگن دیرگیر و سختگیر صبر کنه هر یک قدم شما میبینم هر یک قدم شما میبینم که بعد وقت اگر زنده باشم سلامتیم ان شاء الله پروست نمیخوام پس زدن یا توجیکا مسلمانیم بس بدگیست همو بدبخت همو احمق بروار پهن کرسته اینجا شیرینر خوبش کرد چیش خوب کرد که همو گپایی که شبهت انگیز کرد خواهر من تماشا کرد همیشه خوب کرد همیه خوب کرد همیه خواهرت با گوش میشنوه مادرت میشنوه دخترت میشنوه نرمال ایترا شما را پریاد نه این به حد من حیرونیم شما میشم نه که این قانچق یعنی قانچق این یعنی نداره که من فایشگی و بدبختی اسمت دگیم یعنی خصلت های قانچقی این همین برآوردن و شانتاژ مانتاژ این خصلتی قانچقی میشوه انا با علم خاطر من یک قانچق صفات میگم با هم خاطر برادرو هر یک چیزی که غشت میبینه هر یک چیزی که بد میبینه دزدی کسا دیده دروغگویی کسا دیده میگن پیش میگفتن که یک هم کامپیوتر پیش میگفتن یک پشکی مودا داری توبه کن هر یک غشته میبینه توبه کنه 20 سال داری 30 سال داری 50 سال داری بدون که تا آخر سال کی میدونید کی بود شیخ برسیسو را میدونید که عالمی زمانی خودش بود اما وقتی مردن بازیشه دست شیطان شد توبه کنه به خدا به خاطر خدا هر غشده میبینه توبه کنه من شما اولیا نیستیم کی میدونه من شما گناه نمیکنیم شاید گناه های ما کنیم که نه اسم شریف داره یا نه لنگری یا که نه مدینه‌اش به خاطر خدا بس کنه به خدا ای بای الله شاهد ای بس والله قسم ای بس به خاطر خدا وقتی مسلمانی الله میگه باز آی هر آنچه هستی باز آی گر کافر و گبر و بت پرستی باز آی این درگاه ما درگاه ناامیدی نیست 100 بار اگر توبه شکستی باز آی ای الله میگه که ای بنده چی گناه کردی بسنی خدا باز بگرد کی میدونه من توازی ایجا من گارانتی میتین که من بیش میرم یا که شما بیش میری اولی یک کس اولی تو آیا مردی در قور چه سوالی نکیر منکر جواب گفتی یک سحری نه یک سحری بامداد به نماز ما جواب گفته نمیتونیم گپ میزنید سحر میخواید افتاب برمده از خدا بترسی والله قسم نه ای پشتی اسم شریف نه ای پشتی من نه ای پشتی لنگری همدیگر دشنام نکنی نامه اعمال تو پر از گناه نکنی نامه اعمال تو پر از گناه نکنی به خدا کی پگر روز نه در قورت نه من با دو تو میرسم نه لنگرید میرسن نه اسم شریف نه دیگرت بس کنی به خاطر خدا دشنام نکنی الله هدایتون کنه الله هدایتون کنه من با شما چی بگم برادرو هم خطو میگم کسی فهمید الحمدلله الله لعنت کنه حرام خورا خیانت کاره و دزده و الله لعنت کنه تماشا پروستو مسلمان باشه به خاطر خدا اون بچه را کدمت سیویاز داشته باشه بس کنی بگو بس کنه به خدا این کاری مسلمانی نیست این کاری مردکی نیست این کاری جوان مردی نیست برادر عزیز الله همه ما را هدایت کنه کلی بنده خطاکارای به همون خاطر هر کسی دشنام داری من ندیده است نمیگم ندیده است من دیده است کور نیستم ان شاء الله جواب میتی من شما را ندیده استم اس ام اس تو دیده استم شما را نمیدونم پس اکران که اما الله من دیده است و ملائکه دست چپ راست نوشته است به همون خاطر هر چی کردیم به خاطر خدا کردیم این بدبختی که این برآورد پهن کرده است این جوان مردی نیست به همون خاطر کسی فهمیده الحمدلله کسی نفهمید الله هدایتش کنه انا قنچقک تو بگه که یک کاری قنچقه نکنی تلگرامی باباجان 88 بدره 1988 نوشته 2500 پادپیچ دارم شما را میپرتم آیا شما همین پریاد نتوه الله همه ما را هدایت کنه
پروردگار همه ما را هدایت کنه. شما اینم جا نوشته است شاید خیلی در یگون جای باشه، شاید در جاگاه، شاید در کاری من نمیدونم. الله برای کار تو بسیار شما نمیدونید تا وقتی مردن تو چه خیل میشه. در حالت بسم الله میمری، در حالت سرود خواندن میمری. در جا فقط الله همه ما را هدایت کنه. الله همه ما هدایت کنه. پروست من شما را یک چی میگم که کلی بنده خطاکار، یعنی همه بنده خطاکار است. ام خطا میگم که لنگری مردی خوب است. لنگری بهترین شخص است. ها خطا کرد خیس پوبلیش نه یا ویدیو نه دو ویدیو بخشش پرس ایتن این مردم که برادر همین زبو که من بدبخت کنچه قسم شری بروار پهن کرد بخشش، اما مرد چیدن در کار. خوب الله همه ما را هدایت کنه. الله همه ما را هدایت کنه. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. بیا ان شاء الله در خدمتیم. کدمت گپ داریم مردی حجامای من بیا پیش صحبت کنیم.